با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن پس از تمدید یک جانبه آتشبس از سوی ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و از اعضای کلیدی هیئت مذاکره کننده این کشور در یک رشته سفر منطقه‌ای نخست وارد اسلام آباد شد و سپس به مسقط پایتخت عمان سفر کرد. عراقچی موضوع اصلی سفر و گفتگوهای خود با رهبران عمان را تنگه هرمز دانست. عراقچی مذاکرات با مقامای عمان را مهم خواند و گفت که تهران و مسقط به عنوان تنها کشورهای ساحلی تنگه هرمز در مورد راهکارهای برای تضمین عبور و مرور ایمن در این تنگه صحبت کردند. همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز گفتگو با عراقچی درباره تنگه هرمز را خوب توصیف کرد. ما و عمان همچون که می‌دونید دو کشور ساحلی تنگه هرمز هم هستیم و لازم بود که در این خصوص با هم رایزنی داشته باشیم. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی است. الان طبیعی هستش که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم. وزیر خارجه ایران همچنان گفت که دیدار با ولادیمیر پوتین فرصت خوبی برای بررسی تحولات جنگ خواهد بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من از این فرصتی که پیش آمد سعی کردم که استفاده بکنیم و ادامه سفرهایی که به پاکستان و عمان داشتم، سفر روسی هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست. وزیر خارجه ایران در بخشی از سخنانش بار دیگر امریکا را متهم کرد که با اتخاذ رویکردهای غلط و زیاده‌خواهی در مذاکرات دور قبلی گفتگوها را علیرغم پیشرفت به ناکامی سوق داد. تحولاتی در مذاکرات رخ داده، رویکردهای آمریکایی‌ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه. زیاده‌خواهی‌هایی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم که الحمدلله سفر خیلی خوبی بود. در حال عراقچی امریکا را به زیاده‌خواهی در مذاکرات متهم کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر بدون دادن جزئیات بیشتر گفت که جنگ با ایران بسیار زود پایان خواهد یافت و واشنگتن در این جنگ پیروز خواهد شد. فکر میکنم جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان خواهد رسید و ما پیروز خواهیم شد. اگر ایران بخواهد صحبت کند میتواند با ما تماس بگیرد. ما این کار را از طریق تلفن انجام خواهیم داد. سفری وزیر خارجه ایران به روسیه در حالی انجام می شود که ادامه مذاکرات میان امریکا و ایران در حاله از ابهام قرار گرفته. مذاکراتی که قرار بود دو طرف روز گذشته در اسلام آباد آن را از سر بگیرند، اما خروج ناگهانی هیئت ایرانی از این شهر و در پی آن لغو سفر نمایندگان امریکایی امیدها به از سرگیری مذاکرات را کاهش داده است.